خدایا تو خدای مایی، ما راضییم، اما ما هم بندای تو هستیم، تو هم ما راضی باش. خدایا پیغمبر برای ما آوردی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول داریم. خدایا دین اسلام را برای ما آوردی، ما قبول داریم، ما را همچون مسلمان قبول بکن ارحم الراحمین. پروردگارا حقیقت بزرگ هستی، کافر 100 ساله را به لا اله الا الله میبخش. خدایا ما در همین دنیا اقرار میکنیم گناه زیاد داریم. خدایا ما روز قیامت میریم پیش تو هیچ چیزی نداریم، اگر میریم امید به رحمت تو و شفاعت پیغمبر داریم. در همین دنیا الله ما اقرار میکنیم. خدایا روز قیامت ما را از گناهامون نپرس. خدایا روز قیامت ما را اگر سوال میکنی به غفاری و رحمانیت سوال بکن و قهاری و غضابیت ما را سوال نکن. پروردگار روز قیامت اگر تو به سوی ما غضب بکنی ما تو را از رحمتت میپرسیم ارحم. اگر به سوی ما قهر بکنی از مغفرتت میپرسیم. اگر عیبهامون را آشکارا بکنی از ستاریت میپرسیم ارحم الراحمین. پروردگار ما را در این دنیا رفیقی با پیغمبرت نصیب نکردی، پیروی را نصیب کن. خدایا پیغمبرت آرزو کرده بود کاش که یک بار ما را میدید، کاش که این آرزو را ما میکردیم که یک بار پیغمبرت هم میدیدیم. خدایا اگر پیغمبرت میدونست ما یک گناه میکنیم شاید آرزوی دیدار ما را نمیکرد. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، به آرزوی حبیب